روز 8 آگوست مرکز ملی تستی تاجیکستان نتیجه های امتحانات قبول به دانشگاه‌های کشور را اعلام کرد و این نتیجه ها باعث شد گروهی از داوطلبان ناراضی و اونهایی که چیزی برایشان ناروشن بود در نزد مرکز ملی تستی جمع آیند. ما هم تصمیم گرفتیم با چند سال در رابطه با کار مرکز و این شکایت های والدان و داوطلبان از عبدالواسط یولداشوف یاوری رهبر مرکز ملی تستی پاسخ بگیریم. خب تا جایی میدونیم امسال رقابت برای شامل شدن به دانشگاه خیلی سخت بود و حالا نتیجه ها که مشخص است که چه تعداد از داوطلبان صاحب کرسی دانشجویی شدند و چه تعداد نتوانستند موفق شوند. موافق معلومات آماری با آزمون تقسیمات 50614 نفر راه یافتند، یعنی حالهای گزارش رو از تمام سوب تست های داخل‌دار و امتحانات ایجادی و مهارت در صورت سپایی دانشجویی امتحانات و دست آوردند و از این شماره در آزمون تقسیمات همگی 35922 نفر سزاواری نام دانشجو گردیدند. شماره 14692 نفر دیگر باشند در آزمون تقسیمات بنابر کلان بودن آزمون در برخی از اختصاص‌هایی که داوطلبان بیشتر انتخاب نمودند بیرون از آزمون تقسیمات ماندند. خب بعد اعلام نتیجه ها بعضی ها از مردماتی در کل مرکز شکایت میکنن و از چیز مثلا نافهمو است یا چیزی برایشان نافهمو است. خب مردمی که بعد اعلام نتیجه ها از مرکز جمع می‌آیند بیشتر چه مشکل دارن و چه سوال‌ها با شما مراجعه میکنن؟ لازم به قید است که اصلا اون نفرانی که در صحن حمله مرکز می‌بینیم اکثریت آنها تنها برای فهمیدن نتیجه های آزمون تقسیمات آمدند و در حقیقت نفرانی نیز هستند که برای فهمیدن دیگر مسئله های وابسته به نتیجه های تقسیماتشان نیز آمدند، از جمله نفرانی که از آزمون تقسیمات به یگان اختصاص انتخاب کردهشان نگذشتند. وابسته به مسئله مهمی که می‌خواستیم اینجا تاکید نماییم این پیش از همه نادرست فهمیدن مفهوم راه یافتن به آزمون تقسیمات از جانب بعضی از داوطلبان است و باید تاکید نماییم که راه یافتن داوطلب به آزمون تقسیمات هیچگاه معنای داخل شدن از روی اختصاص‌های انتخاب کردهش حتی از روی یک اختصاص انتخاب کردهشون ندارد، زیرا گذشتن یا نگذشتن داوطلب از روی این یا آن اختصاص انتخاب کردهش تنها پس از آزمون تقسیمات معلوم می‌گردد و وابسته به این از جانب برخی از داوطلبان نافهمی راه داده شده است و مفهوم راه یافتن به آزمون تقسیمات را داوطلبان نادرست فهمیدند. اصلا بله گزارش اگر سری بله گزارش یا خالی گزارش صحبت کنیم این روشن بود برای داوطلبان تا نتیجه ها اعلام شدن نتیجه ها؟ بله گزارش هیچگاه پیشکی مقرر کرده نمی شود. بله گزارش رو در آزمون تقسیمات همون داوطلب آخرانی که از روی بلهای بلندشون داوطلبانی که از روی بلی بلندشون تقسیمات شدن و داوطلب آخرین همین گروه مقرر معین می نماید. برای مثال در یک اختصاص 20 جای است و شماره داوطلبانی به آزمون تقسیمات راه یافته 200، از همین 200 نفر 20 نفری از همه بلی بلند داشته میگذرند و 20 نفر بلی گزارش به حساب می رود. طوری از بعضی مراجعات های داوطلبان مشاهده کردیم آنها ادعا دارند که ما با 200 بال مثلا به این اختصاص نگذشتیم، یک نفر با 110 بال یا 120 بال به فلان اختصاص گذشته است و نکته مهم این است که البته اون نفری که مثلا با 200 بال به یک اختصاص نگذشته است اگر اختصاصی را که اون نفری که با 110 بال یا 120 بال گذشته است انتخاب میکرد حتما به اون اختصاص میگذشت. به هر حال امسال هم برخی از مسئولین مرکز گفتند احتمال دارد دوباره همین تقسیمات تکراری صورت بگیرد. درست است این؟ این زمان چنین قرار قبول نگردیده است و در صورت قبول شدن چنین قرار حتما به اطلاع تمام داوطلبانی که
در آزمون تقسیمات موفق نگردیدند رسانیده خواهد شد. هم صحبت ما بودند عبدالواسط یولداشوف، فیوری رهبری مرکز ملی تستی که بعد چند سال در رابطه با کار مرکز و نتیجه های امتحانات داخل شوی و دانشگاه ها پاسخ می‌گفتند.